سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تری بندازیم به یه ارتباطی که شاید اولش خیلی به چشم نیاد. پیوند بین شکستگی لگن و مشکلات قلبی. بله، به خصوص یه نوع آسیب قلبی که با بالا رفتن یه پروتئین به اسم تروپونین مشخص میشه. درسته. منبعمون هم یه تحلیل دقیق از مطالعه بزرگ بین المللی هیپ اتک هست. خب، هدفمون چیه؟ میخوایم ببینیم آیا جراحی سریعتر برای شکستگی لگن برای اون بیمارانی که از اول تروپونین بالا دارن. فایده‌ای داره یا نه؟ خب، بیاین شروع کنیم. راستش نکته غافلگیر کننده اینه که تقریباً 1 نفر از هر 4 یا 5 بیمار با شکستگی لگن این مشکل قلبی پنهان رو داره و این مطالعه داره میگه شاید اون احتیاط همیشگی ما، یعنی صبر کردن برای جراحی، برای این گروه خاص حتی بدتر هم باشه. اول از همه این مشکل قلبی چقدر شایعه؟ مطالعه میگه حدود 23%. خب این یعنی تقریباً 1/4 بیماران موقع ورود تروپونین بالا دارن. چرا اینقدر راحت از دست میره؟ خب چون معمولاً علائم کلاسیک قلبی مثلا درد قفسه سینه وجود نداره. شکستگی لگن خودش اونقدر دردناک و پر استرسه که علائم دیگر رو میپوشونه. از طرفی هم اندازه‌گیری روتین تروپونین برای همه این بیمارها جزء استاندارد نیست، میدونید؟ چرا؟ یعنی فکر میکردن تأثیری نداره؟ شاید قبلا فکر میکردن نتیجهش کمکی به تصمیم گیری نمیکنه یا بحث هزینه بوده. چیزی که خب این مطالعه حالا داره به چالش میکشه. پس یعنی خیلی ها ممکنه این مشکل رو داشته باشن و ما اصلا نفهمیم. خب مکانیزمش چیه؟ چرا اصلا شکستگی لگن باعث آسیب قلبی میشه؟ دقیقاً. ببینید، به احتمال خیلی زیاد این آسیب قلبی نتیجه مستقیم اون فشار فیزیولوژیک وحشتناکیه که خود شکستگی به بدن میاره. یعنی التهاب، خونریزی، درد شدید و نیاز خیلی بیشتر بدن به اکسیژن. خب این باعث میشه یه جورایی تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن برای عضله قلب به هم بخوره و آسیب ببینه. آها، پس مثل سکته قلبی نوع 1 نیست که رگ بسته بشه. دقیقاً. به این میگن سکته قلبی نوع 2. مشکل اصلی لزوماً گرفتگی رگ نیست، بلکه قلب زیر فشار ناشی از شکستگی کم آورده. پس درمانش هم باید فرق کنه قاعدتاً. بله، باید روی کم کردن اون فشار اصلی تمرکز کرد. و اهمیت این آسیب قلبی چقدره از نظر پیشاگاهی بیمار؟ اهمیتش خیلی زیاده. واقعاً پیشاگاهی رو بد میکنه. توی این مطالعه بیمارانی که تروپونین بالا داشتن و مراقبت استاندارد گرفتن، یعنی جراحیشون دیرتر انجام شد، خب خطر مرگشون تو 90 روز تقریباً 3 برابر بیشتر بود. 3 برابر؟ بله، حدود 23% در مقابل فقط 9% تو اونایی که تروپونین بالا نداشتن. عجب، این عدد خیلی تکان دهنده است. پس فقط یه عارضه نیست، خودش یه عامل خطر بزرگه. همینجا سوال اصلی مطالعه پیش میاد. آیا جراحی سریعتر برای همین گروه پرخطر، یعنی اونایی که تروپونین بالا دارن، میتونه فرقی ایجاد کنه؟ دقیقاً. مطالعه 2 تا گروه رو مقایسه کرد. یه گروه جراحی تسریع شده داشتن با هدف اینکه زیر 6 ساعت عمل بشن. زیر 6 ساعت. خیلی سریعه. بله. و گروه دیگه مراقبت استاندارد گرفتن که خب زمان انتظار برای جراحیشون به طور متوسط حدود 29 ساعت بود. یعنی بیش از 1 روز تفاوت. بله. و تمرکز اصلی هم روی بیمارانی بود که از اول تروپونینشون بالا بود. خب نتایج چی بود؟ آیا جراحی سریعتر واقعاً کمک کرد؟ بله. و نتایج برای بیمارانی که تروپونین بالا داشتن خیلی قابل توجه بود. جراحی تسریع شده به طور معنیداری خطر مرگ در 90 روز رو کم کرد. چقدر کم کرد؟ از 23% تو گروه مراقبت استاندارد رسوندش به فقط 10% تو گروه جراحی سریع. یعنی بیش از نصف. بله. از نظر آماری نسبت خطر یا هازارد ریشیو حدود 0.43 بود. یعنی خطر نسبی مرگ بیش از نصف کم شد.
این تو گروه بیمارانی که معمولاً مسن و آسیب پذیر هستن فوق‌العاده است. همینطور خطر عوارض قلبی عروقی عمده مثل مرگ، سکته قلبی مجدد، سکته مغزی، نارسایی قلبی، اینا هم به شدت کم شد. اون چطور؟ از 30% تو گروه استاندارد به 14% تو گروه جراحی سریع. بازم با نسبت خطر مشابه، حدود 0.43. واقعاً چشمگیره. اما نکته کلیدی چی بود؟ این فایده برای همه بود یا فقط همین گروه خاص؟ نه، و این نکته خیلی مهمه. این کاهش خطر چشمگیر فقط و فقط در بیمارانی دیده شد که از اول تروپونین بالا داشتن. جالبه. در بیمارانی که سطح تروپونینشون نرمال بود، جراحی سریعتر فایده معنیداری در کاهش مرگ و میر یا عوارض قلبی نداشت. این تفاوت پاسخ به درمان بین دو گروه، یعنی با و بدون تروپونین بالا، از نظر آماری کاملا معنیدار بود. پس اینطور نیست که جراحی سریع برای همه بهتر باشه. این مطالعه این رو نشون نمیده. انگار هر چی سطح تروپونین بالاتر بود، فایده جراحی سریعتر هم بیشتر میشد. خب همه اینها به چه معناست؟ آیا این یافته‌ها مستقیما اون طرز فکر رایج رو زیر سوال میبره؟ همون که میگه اگه شواهدی از مشکل قلبی هست، جراحی رو عقب بندازیم تا بررسی کنیم. دقیقاً. ممکنه این تأخیر خودش مضر باشه؟ این احتمال خیلی قوی وجود داره. ببینید این مطالعه یه جورایی تغییر نگرش بالقوه‌ای رو مطرح میکنه. شاید به جای اینکه آسیب قلبی رو دلیلی برای تأخیر در ترمیم شکستگی ببینیم، باید بهش مثل یه زنگ خطر نگاه کنیم. زنگ خطری که چی رو میگه؟ که نشون میده باید سریعتر عمل کرد. انگار ترمیم سریعتر شکستگی اون عامل استرس‌زای اصلی رو که داره به قلب فشار میاره از بین میبره. مثل اینکه ماشه رو سریعتر برداریم. فهمیدم. البته باید حتما تأکید کنیم که این یه تحلیل ثانویه یا پست هاک هست. یعنی چی پست هاک؟ یعنی محقق‌ها بعد از اینکه داده‌های مطالعه اصلی جمع شد، تصمیم گرفتن این سوال خاص رو بررسی کنن. از اول برای این سوال طراحی نشده بود. آها. تحلیل‌های پست هاک میتونن فرضیه‌های مهمی رو مطرح کنن، اما برای اینکه واقعاً رویکرد درمانی رو تغییر بدن، باید نتایجشون تو مطالعات آینده تأیید بشه. مطالعاتی که از اول برای همین هدف طراحی شدن، مثل کارآزمایی بالینی هیپ اتک 2 که الان در جریانه. درسته. پس جمع‌بندی نهایی شما چیه؟ خب این بررسی نشون میده که یه گروه قابل توجهی از بیماران شکستگی لگن، حدود 1 از هر 5 نفر موقع ورود به بیمارستان آسیب قلبی دارن. آسیبی که اغلب پنهان میمونه و خطر مرگ و عوارض جدی رو به شدت بالا میبره. و یافته‌ها چی میگه؟ یافته‌ها قوواً مطرح میکنه که جراحی زود هنگام، یعنی زیر 6 ساعت، به طور خاص برای همین گروه پرخطر میتونه واقعاً نجات بخش باشه و این خطرات رو تقریباً نصف کنه. خب این یه سوال خیلی مهم رو پیش میاره. بله، یه سوال مهم برای شما و کل جامعه پزشکی. با توجه به این یافته‌ها و این ریسک بالای پنهان، آیا وقتش نرسیده که اندازه‌گیری تروپونین موقع ورود برای همه بیماران شکستگی لگن یه استاندارد بشه؟ تا بتونه به تصمیم گیری برای زمان جراحی کمک کنه. دقیقاً، و شاید حتی فراتر از اون. این یافته‌ها چطور میتونه نگاه ما رو به مدیریت ریسک قبل از عمل تو بقیه موارد اورژانسی که با استرس فیزیولوژیک شدید همراهن تغییر بده؟ این نکته‌ایه که با منتشر شدن داده‌های بیشتر، مثلا از همون مطالعه هیپ اتک 2، میشه عمیق‌تر بهش فکر کرد.